خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم یه دو گزینه‌ای خفن بگیریم. حالا دو گزینه چه شکلی؟ سلام. شما میدونید که ما باید چه کار کنیم؟ بله من میدونم باید چه کار کنیم. چالش دو گزینه. اول از همه سلام، مخلص هستم. من رومم از چند شاد هستم. بله این زیر کانال میاید، برید دنبالش کنید. خب تا که امروزمون چیه؟ دو گزینگی ما فرق داره. بچه‌ها که خیلی داری حرف میزنی. مجازات باشه ورزشیه. آره یعنی ورزشیه و برنده هم داره و برنده یک توف تو صورت میشه. نه علیکی برنده هیچی نمیشه برنده است. نه دیگه باید برنده چی بشه؟ برنده کوکاکولا میشه. خب پس بریم دیگه. برنده کوکاکولا میشه. بریم. من انتخاب کنم. بچه میخواد اهورا انتخاب کنه. کدوم اهورا؟ این چی نوشته؟ 2 سیمتر. 2 سیمتر. بریم انجامش بدیم. اهورا داره بوده میره سیمتریش رد کنه. بوده اهورا تو میتونی ماشالله. خیلی بیشوری. بابا بچه ما ریلکس اینجا نشستیم. ایشون داره میده جون بکر چربیات آب میشه. بابا و بنابراین چربیای اهورا آب میشه. بعد بریم سراغ چالش دو گزینگی بعدی که منم. سلام چربیات آب شد خوشگله. کدوم رو انتخاب میکنی؟ نگاه نکن بدو. دو دور دویده. خب بریم انجامش بدیم. روم برو انجام بده. 2 دور. یعنی چی؟ اون یکی 30 تا دراز نشست. برو. بدو. برو. بچه ها رو خیلی غیوره. ماشاءالله. ماشاءالله. بدو چربیات آب شه. تمام شد وایسا. چه حسی داری؟ حس خیلی خوبی دارم. خب نوبت منه مگه نه؟ بریم. به بچه میخواد. خب 3 2 من میگم پایین بالا. خب من میگم پایین. یک دور سری گرم کن باش. بریم انجامش گرم کن. فردا سرت پاشو میبینیم دستا. حالا دست مردا بیرون نگاه کنید دیوونه است. برو پروانه گلها چیزی گرم کردن مونده. این مونده تازه میدی. آها بچه لنگای پاشو میبینید اینجا. قیافه مظلومش رو میبینی. جیرو خود این نوبت رومه. 2 تاش دهن سرویس کنه خیالت راحت. من پیشنهاد داده کنم که چپ برداری. یعنی اینو بردارم. چپو بردار. خب اینجا ثانیه درد. بریم انجامش بدیم. خاک تو سرت. خب بچه ما اینجا یه اسمارت واچ داریم که از زمان رو درست کنیم. یه دقیقه وایسید. برو درجا بزن قشنگ. روم سری برو روم. مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. روم اگه آروم برید سرش کتکم میخوری ها. یه دقیقه وایسا. 3 2 1 شروع شد. سری بدو. برو سری. خیلی کندی. تا حالا 10 ثانیه. بدو درجا بزن سری. مشتی پاتو قشنگ بیار بالا.
احساس کنم داری دل به کار نمیدی، دل به کار بده. و اعلام میکنمش 110 ثانیه. گوه میخوری بکنیش سر بدو چند ثانیه؟ حرف کن 30 ثانیه. 20 ثانیه. بدو 20 ثانیه بیاد به قولم چیره بینم. بدو جلو نیا. بدو چند ثانیه دیگه؟ بدو 45 46 بدو. 47 بدو. 48 49 50 درست. خیلی اصلا نامت محبوره از جایی که دفعه بعد پایین رو برداشت. من میگم بالا رو برداشت. من میگم بالا رو برداری. من میگم. بابا بگیر اینو رو هم. بالا رو بردار. من گوش میکنم و مسابقه این پروتئینه بود. مسابقه 2 با چی؟ مسابقه 2 با میونبر. خب یعنی تو میتونی میونبر بزنی من بدونیم از کجا تا کجا. خب از باش. این نیمکته میری دقیقاً. بریم انجامش بدیم. بریم. سلام بچه‌ها قراره که از این نیمکتی که روحم میشینه روش یعنی من میشینم روی از اینجا بره تا برس تو گرده تا همون ته بره. بله ما اینجا فیلمشو بگیریم. چریک عفشه. خب میشه دوربینه برم. برو ماشالله بچه تحوره بیاد چنل رقم رو ساب کنید و لایک کنید و کامنت بذارید بگید مسی از همه چیز بهتره همه چی بهتره و واقعا هم همینا بگم که بهتره. زوم میکنم براتون ناش بابا اهورا خسته شد بفرمایید انتخاب کن قرار پارشی. من میگم راست رو انتخاب کن. ثانیه پاره شدی. خب الان بریم انجامش بدیم. خب برو الان شروع شده. بچه همونطور که میبینید اینجا زمانش هست. 5 ثانیه. رام راجب زندگیت با بچه ها صحبت کن. اینکه زندگی تباه شده یه آدم بدبختی. بله به دست بگو. شما که قبلا بدبخت بوده تباه شده. بله بچه خودش قبلا خب، بدبخت 20 بودی، ثانیه. من التماس 20 ثانیه برو 20 ثانیه کن 30 ثانیه 10 ثانیه دیگه مونده برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خب حله بچه ها 50 ثانیه رو هم رفت گولش دادم پرنگ بود. همتون گرم مرسی از اینکه تماشا کردین دیدین روم که چطوری پاره شد و کی برنده واقعی بود. من به نظر من خودم بودم. من بچه ها شما تو کامنت ها بنویسید کی مال تو برنده بود. خیلی مال تو خیلی من خیلی آسون بود خاطر همین تو نبردی. خب بچه شما تو کامنت ها بنویسید کی لایق برنده شدن بچه واقعی چی بود. ننویسین مساوی بشه. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. بچه ها تو کامنت ها بنویسید حتما لایک کنید سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم شما اولین نفر باشید که ویدیو رو میبینید. رو هم تو صحبتی نداری؟ من صحبتی دارم. فعلا خدا